سلام خدمت همه دوستان عزیز. با قسمت دوم از خلاصه کتاب و ارائه نکات تحلیلی معامله‌گر منضبط اثر مارک داگلاس خوش اومدید. مجتبی رحمتی هستم و تو کانال بیتونولوژی قراره که این کتاب رو به صورت کامل با همدیگه بررسی بکنیم و یک خلاصه‌ای از نکات و موارد مهم رو با همدیگه مرور داشته باشیم. خب بچه‌ها، مارک داگلاس رو که توی جلسه اولم خدمتتون عرض کردیم، از پیشگامان روانشناسی ترید هست و خودش یک معامله‌گر هم هستش و دید که با اینکه این همه تریدر با این همه دانش و این همه در واقع استراتژی معاملاتی خوبی که دارن چرا انقدر ضرر میکنن و فهمید که از ذهنیت داره این موضوع نشأت میگیره، این کتاب رو نوشتش. خب توی این قسمت که قراره در مورد باورها صحبت بکنیم، تأثیر باورهایی که ذهن داره توی معامله‌گری رو در واقع مورد بررسی قرار میگیره و همچنین تصویری هم که میرید من قرار دادم مشخصه که باورها یک زنجیری هستن به دور ذهن که نمیذارن این ذهن فراتر از اون بره. یعنی تعریفی که بخوایم بگیم، یعنی باور یعنی چیزی که ذهن ما آن را حقیقت میدونن و ناخودآگاه رفتار ما را بر اساس آن شکل میدهد. در معامله‌گری این باور مثل عینک است، بازار از پشت آنها میبینیم. پس چی شد بچه؟ این ذهنیت شما بسیار تاثیرگذاره. من بسیار افرادی میبینم قشنگ نگاهش رو اینه که آقا مثلا به عنوان مثال بازار قماره و این فرد بدون برنامه‌ریزی، بدون مدیریت ریسک، بدون هیچ چیزی کاملا شانسی میاد معامله میکنه، میگه این بازار تحلیل پذیری نداره، این بازار مثل یه قمار میمونه و اصلا تحلیل پذیری رو من قبول ندارم و از این طریق میاد از بازار سود بگیره و متاسفانه یه تایم میگه سودی میگیره و بعد ضرر میکنه فقط و نمیتونه اون رو ادامه بده، اون سود مستمر رو ادامه بده. پس این یه باوریه که یک زنجیری دور ذهنش ایجاد کرده. یک سری دیگه مثلا میان که آقا میگن فقط باید شت کوین بخریم و با شت کوین میتونیم پول داشتیم، با شت کوینه که به اون مسیر برسیم و شت کوین مختلف میخرن و ضررهای زیادی میکنن با کوچکترین نوسان بازار. این باورهای سمی رو از خودتون دور بکنید چون آسیبزا هستن. توی اسلاید بعدی در ادامه میخوایم بگیم که آقا ذهن چطور بخواد کار بکنه. ما یک ذهن خودآگاه داریم، یک ذهن ناخودآگاه داریم که اکثر تصمیمات معامله‌گری ما از ذهن ناخودآگاه هستن که باعث تصمیمات احساسی میشن، تصمیمات عجولانه میشن، حس جاموندگی از بازار بهمون دست میده و یه دفعه معاملات عجیب غریب با سرعت، یه دفعه میگه معامله لانگ، یه معامله شورت یک دفعه میگیریم بدون هیچ دلیلی و این باورهای غلط همیشه توی ذهن ناخودآگاه وجود واسه ضرر ما میشن. بایستی با متدی که جلوتر بهتون میگیم ذهن ناخودآگاه رو تربیتش بکنیم که توی شرایط خاص نیاد ما رو فومو بکنه، ما رو انگار که از بازار جا موندیم یا معاملات عجیب غریب بزنیم و کنترلش باید بکنیم ذهن ناخودآگاه خودمون رو که اینا همش نشأت میگیره از خیلی از عوامل مختلف که جلوتر بهتون میگم. و الان تو این استاد من فقط این نکته خدمتتون عرض بکنم که بایستی تا جایی که میتونیم از ذهن خودآگاهمون و منطقیمون استفاده کنیم. تو یه ویدیو قبلی گفتیم که آقا قبل از ورود به معامله کجا میخوام بخرم، کجا میخوام حد ضررم بذارم، اگر ضرر کردم چه برنامه‌ای دارم که میخوام بعداً دوباره سود بگیرم و آیا دنبال انتقام هستم، آیا دنبال انتقام از بازار هستم، آیا خشم دارم و خشمم چطوری باید کنترل بکنم. همه توی ویدیو قبلی گفتیم، توی ویدیو قبلی قسمت 1 حتما ببینید که ذهن خودآگاهمون اینطوری باید کنترل بکنیم و به مرور این میاد توی ذهن عمیق و قدرتمند و ناخودآگاه ما میشینه و زمان میبره. به این راحتی نیستش که ببین کار یه شب دو شب هستش. خب باور محدود کننده حالا چی هستش بچه‌ها؟ باور محدود کننده یعنی فکری که مثل ترمز عمل میکنه.
البته بگیم همه باور محدود کننده بد نیستن. مثلا موفقیت رو آقا مثلا نتیجه تلاش میدونیم و این یک باوره دیگه و هر کسی که تلاش کنه موفق میشه، یک باور محدود کننده خوبه. اما یه سری از باورها مثل یک دیواری هستن جلوی آدم. مثلا آقا من اصلا آدم خوششانسی نیستم، آقا من اصلا ترید به من نیومده، من هر وقت اومدم ضرر کردم، اصلا نمیشه، به درد نمیخوره، هر وقت اومدم معامله کنم بازار برعکس من عمل کرده. این باوری محدود کننده است که شما قربانی میشید. در نتیجه باورهای محدود کننده ذهنتون رو باید بازنویسی بکنیدش. این موضوع خیلی مهم هستش. خیلی از تریدرها هستن که تازه شروع کردن و میگن آقا بازار همیشه مخالف منه. آقا بازار مخالفت نیست، باید دانشتو بیشتر کنی، تجربه کسب کنی، مدیریت سرمایه بهتر انجام بدید و باورهات بازنویسی بکنی. این کار رو انجام بدید بچه‌ها. من این ویدیویی که تمام بشه به امید خدا یک برگه ای رو میخوام بنویسم، باورهای محدود کننده‌مو بروز بکنم، ذهنیتمو بروزش بکنم و توی اتاق خودم بچسبونمش و این کارو شما هم انجامش بدید حتما. خب حالا یه نکته‌ای که هست، اصلا این باورها چطوری شکل گرفتن؟ مثلا من مجتبی، من نوعی میخوام صحبت کنم. من یک باوری که توی ذهنم وجود داره متأسفانه تجربه قبلی من و تجربه اولیه کار من بوده که از ضرر شکست توی این بازار بوده و زمانی که میخوام تریدی رو انجام بدم، ترس از ضررش و ترس از شکستش، تو این باوری که توی ناخودآگاه، قسمت ناخودآگاهی که بهتون گفتم که از گذشتت داره میاد و بهت آسیب داره میزنه یکسره و باید بازنویسی بشه و باورهای محدود کننده ذهنیت هم باید بازنویسی بشن، دقیقاً اینجاست. من خود مشتبهی که ترید میکنم، اولین چیزی که میتونم، وای اگه این معامله ضرر بشه چی؟ اگه شکست بخورم چی؟ اگه پولم بره چی؟ وای چی کار باید بکنم؟ و این داره از 5-6 سال گذشته میادش و اینها بایستی توی ذهنمون بازنویسی بشن. روی اعتماد به نفس باید کار بشه، روی استراتژی، اطمینان به استراتژی، از استفاده از ذهن خودآگاه، نه ناخودآگاه، نه ذهن حسیمون. من این کارا رو انجام دادم به صورت غریزی، ولی این کتاب الان داره میگه که آقا اینها رو بایستی بدونی از کجا اومده و بازنویسی بکنی و باورهای جدید رو به ذهنت بیاری که تا کم کم توی ذهن ناخودآگاهت بره. و من این کار رو دارم انجام میدم. از خانواده و جامعه ممکنه بیادش، از اخبار شایعات بازار ممکنه بیادش که واقعا هم میاد. من زمانی که ترید انجام میدم اخبار رو اصلا دنبال نمی کنم، تحلیل های بقیه رو اصلا دنبال نمی کنم، مگر یکی دو نفری که خیلی قبولشون داشته باشم اون فقط دنبالشون میکنم. تحلیل بیت کوین نگاه نمی کنم به هیچ وجه، مگر که بگه همون یک نفری که یا دو نفری که مثلا قبولشون دارم، از قدیم میشناسمش، اون نهایتاً گوش بدم، بیشتر نه، که اونم زیاد گوش نمیدم. مثلا میام بیشتر سعی میکنم ارزهایی که معرفی میکنن رو گوش بدم، بیشتر از این نه. اصلا محیطی که توش معامله گری میکنی باورهاتو بهت شکل میده. مثلا با یه تیمی داری کار میکنی یا با یه دوستانی داری در ارتباط هستی توی معامله گری که یکیشون که اصلا قمار میدونه و خودش حسی خرید فروش میکنه، یکی تعصب روی بازار داره و روی تحلیلش داره که توی قسمتی گفتم تعصب هیچ معنی نداره اصلا. و این باورها هر چقدر بیشتر تکرار بشن ریشه بیشتری توی وجودتون میزنه، مثل این درختی که اینجا گذاشتم و این ریشهش قوی تر میشه. لذا بایستی باورها، باز هم میگم، باورهای جدید بازنویسی بشن و این ذهنیت هایی که وجود دارن رو کم کم از بین ببرید و ذهن ناخودآگاه خودتون ذهن هوشمند و رو به رشد تعالی ایجاد بکنید. من حتی سرزنش های زیادی خودم رو میکردم توی دوران های گذشته‌ای که معامله میکردم. 10 تا اگر تحلیل میکردم 2 تاش قرار همون 2 تا خودم سرزنش میکردم و اینا باعث شد تروماهای ذهنی برای من حتی به وجود بیاد. پس چی شد؟ باوری که توی ذهنت وجود داره. اگر توی ذهنت این باور وجود داره که من الان خب مثلا تحلیل میکنه الان میخواد بازار سعودی بشه، این ارزها الان آل سیزن میخواد بشه و خب این معامله بر اساس تجربه‌ای که من دارم معاملات زمان میبره ولی سودده میشن
ولی باورهایی که تو ذهن ناخودآگاهت وجود داشته روی معاملات چیکار میکنه؟ یک دفعه یه ورود عجیب غریب عجولانه انجام میده روی ارزی که پامپ کرده، رشد کرده، رفته بالا. و با این منطقت کجا رفت؟ این ذهنت آسیب دیده است از گذشته. یا یه دفعه یه خروج با یه کندل قرمز، یه خروج با ضرر میدی، در صورتی که میتونی صبر کنی، میتونی معاملاتتو پلکانی حجمش اضافه کنی و با صبر سودتو به دست بیاری. یه سری جا ترس از پوزیشن گیری هست که واقعا این موضوع وجود داره که شده که یه معامله خوبی رو بر اساس منطق و اصول ذهنیت پیدا میکنی، میخوای الان موقعیت خرید، ذهن ناخودآگاهت میگه نه این الان اینجا میریزه، این الان اینجا ضرر میشه، این الان اینجا فلان میشه. چون از گذشته دیده، مثلا آقا چه میدونم 2 بار تحلیل کردی، 3 بار تحلیل کردی، اتفاق افتاده و تو دیگه ذهن منطقت قبول نمیتونه ذهن ناخودآگاهتو در واقع حریفش بشه و تو اون پوزیشن رو نمیگیری و اون پوزیشن اون دفعه سود میده. بار دوم سود، بار سوم سود میده و ذهن ناخودآگاه میگه ای بابا 3 بار من جا موندم. بار چهارم دوباره انجام میده، دوباره میشه ضرر. چون بار چهارم دیگه منطقه رفته کنار، دیگه ورود عجولانه داری میکنی، دیگه پوزیشن گیری اشتباه داری میکنی، داری طمع میکنی یا دچار اوورترید شدی و به هم ریختگی ذهن شده و حتی تحلیل چهارت با اینکه میتونست درست باشه ولی به خاطر این عواملی که الان گفتم، طمع، ورود عجولانه یا موارد اینچنینی، یک پوزیشن اشتباهی رو میگیری و ضرر میکنی. دیدید ذهن ناخودآگاه چطوری عمل کرد؟ یه پوزیشنی اومدی بگیری، یه استراتژی داشتی، این استراتژی درست بود، همه این موقعیت عالی بود، ولی بازار ریزشی بود، اخبار چه میدونم منفی منتشر میشد، عقلت میگفت، عقل منطقی میگفت الان موقعیت خریده، نباید بترسی، این موقعیت توی قبلها به این صورت به وجود اومده، ولی ذهن ناخودآگاه ترس داره توش، نمیذاره پوزیشن رو بگیری و بازار سود میده. یه بار، 2 بار، 3 بار این اتفاق میفته و ذهن ناخودآگاهت میگه خب آها من 3 بار اشتباه که یادته اومد سود شد. روی بار چهارم میاد طمع بهت میده، ورود عجولانه میده و خیلی موارد اینچنینی و تو یه پوزیشنی میگیری که نباید بگیری. پس باورهای ذهن منطقت رو بازنویسی کن، به روزش بکن و اینها رو با جملات مثبت ذهن ناخودآگاهت بخورون و ترس رو با یک سری جاها ترس رو بذاری کنار و با منطق تصمیم بگیری. که اینجا دقیقاً 3 تا سوال رو من مطرح کردم. آقا من در مورد خودم چه فکری دارم؟ در مورد بازار چه فکری میکنم؟ حالا در مورد پول چه فکری میکنم؟ من مثلا مجتبی رحمتی هستم با اینقدر سال سابقه ترید، با اینقدر تحلیل درست. پس مجتبی عزیز که الان خودت رو شناختی که 5 سال سابقه ترید داری یا 6 سال سابقه ترید داری، تحلیل های بیت کوینت به این صورت رفته، تحلیل های آلت کوینت به این صورت اثرگذاری داشته، الان ترس از معاملت رو باید بذاری کنار. اینا مثال هستی که دارم میگم که درک کنید کامل. الان موقعیت رو پیدا کردی، توی کانال هم گذاشتی، خودت هم موقعیت رو داری، کسی رو فومو نمی کنی، تحلیل های هفتگی که داری میذاری نگرانی نداری و خودت رو شناختی که کیفیت تحلیلت به چه صورت هست و بر اساس اون عمل میکنی و ذهن ناخودآگاه اطمینان میکنه دیگه و ذهن ناخودآگاه شروع باید کنه از اشتباهاتش درس گرفتن. ولی اگر بگی ترید قماره، اگر بگی بازار برخلاف من همیشه پیش میگیره، اگر این سوالات همیشه بگی، ذهن ناخودآگاهت هیچ وقت پیشرفت نمیکنه و هیچ وقت رشد نمیکنه. در مورد بازار چه فکری میکنم؟ همین مثالی که الان گفتم، بازار قمار نیست، بازار برخلاف تو نمیخواد عمل کنه، بازار چه میدونم دیگه اژدهای 2 سر عجیب غریبی که بخواد بدبختت کنه نیست. بازار یک سری کندل ها هستن که کندل ها یک عالمه آدم پشتشون هست که دارن تصمیم گیری میکنن برای معامله گریشون. در مورد پول چه فکری میکنی؟ آیا این پولی که آوردم ذهنیتم اینه که بذار بندازم این پول کناری ولش کن، بذار گرخی و فلان اینا معامله رو انجام بدم، هرچی بادا باد، پول به باد میره؟ نه، من این پول آوردم که تبدیل به سودش بکنم، ولی اگر هم ضرر شد هیچ ایرادی نداره، با استراتژی و ذهنیتی که دارم معاملات بعدی شرایط بهتر میسازم.
دچار بغض و نفرت و کینه از بازار نمیشم، نمیام از بازار انتقام بگیرم، بلکه سعی میکنم بازار رو تحلیلش بکنم و تشخیص روندش بدم. پس چی شد؟ باورهای جدید رو مینویسی، باورهای قدیمی تو میفهمی چیه، باورهای جدید رو بازنویسی میکنی، هر روز تکرارش میکنی، یادآوری میکنی قبل از معامله به خود. من اینا رو مینویسم، توی ویدیوی بعدی هم بهتون نشون میدم که چه چیزایی نوشتم و چسبوندم توی اتاقم. اینو بهتون نشون خواهم داد. از محیط‌های منفی باید دوری کنید، از اخبارهای منفی باید دوری کنید، از چیزایی که باعث فشار روانی میشن باید دوری کنید، از مواردی که باعث عدم تمرکزتون میشن باید دوری کنید، تا مثل یک معامله‌گری که ذهنش روشنه، ذهنش جرقه زده، میتونه دیگه زیبا و حرفه‌ای بازار رو ببینه عمل کنید. خیلی مهمه این نکاتی که دارم بهتون میگم، خیلی مهم هستش. پس توی جنبندی پایانی، باورها پایه تصمیم گیری ما هستن. ذهنتون رو درستش کنید، که اگر درست نباشن سیستم های معاملاتیتون به هیچ وجه جواب نمیدن. پس این تمرین رو از امروز شروع کن، انجامش بده که موفقیت در انتظار تو هستش. توی قسمت بعدی بچه در مورد ترس و اعتماد به نفس میخوام صحبت کنم که دو احساس کلیدی هستن که نتایج شما رو شکل میدن. از باورهای ذهنی و درست کردن باورهای ذهنی میرسیم به ترسایی که رخ میده و اعتماد به نفس و اون شخصیت و اعتماد به نفس درونی مونه که توی ویدیو بعدی حتما در موردش باهاتون صحبت میکنم. اگر قسمت یک رو ندید حتما برو ببین، صداش رو یه مقدار ضعیفه، صدا رو که از این قسمت اصلاح کردیم، ولی عیبی نداره، گوش بده، استفاده بکن. دوستتون دارم، لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. داریم زحمت میکشیم در کنار همدیگه رشد بکنیم. یا حق.